وقتی میگین میتونم برم دستشویی با جواب طلایی مگه زنگ تفریح شروع میشم. زنگ تفریح داشتم واسه جونم میجنگیدم، در حالی که میدویدم ساندویچ بخورم که دست این مفخورای مدرسه نیفته. تازه شم اگه میتونستم برم یا تو دستشوی دعوا بود یکی اونجا وایساده بود شیلنگ بقیه رو خیس میکرد، اونی هم که خالی بود یا تاپ توش ریده بود. یزید ما شطور نیستیم، یه بچه 10 ساله‌ای که نمیتونه شاشش نگه داره. دفعه بعدی که داشت انتگرال درس میدادی مثل فواره میشستم وسط کلاست. اگه خوب بود لایک کن. وقتی میگین میتونم برم دستشویی با جواب طلایی مگه زنگ تفریح شروع میشم. زنگ تفریح داشتم واسه جونم میجنگیدم، در حالی که میدویدم ساندویچ بخورم که دست این مفخورای مدرسه نیفته. تازه شم اگه میتونستم برم یا تو دستشوی دعوا بود یکی اونجا وایساده بود شیلنگ بقیه رو خیس میکرد، اونی هم که خالی بود یا تاپ توش ریده بود. یزید ما شطور نیستیم، یه بچه 10 ساله‌ای که نمیتونه شاشش نگه داره. دفعه بعدی که داشت انتگرال درس میدادی مثل فواره میشستم وسط کلاست. اگه خوب بود لایک کن.